چیا؟ خب بذارید اول از همه با شخصیت این ولاگ آشناتون بکنم، چون بدون اونا این سفر نصف نیمه است. اول از همه شیرین اون آدمی که همیشه تو سفر یه چمدون اضافه همراه خودش داره، ولی وقتی خسته خوابش میاد بی‌عصاب ترین آدم دنیاست. ویدا مامان گروه به گفته خودش من آدم آرومیم، بازی نکن با آرومیم، من عاشق شما هم. از حق نگذاریم اینو راست میگه. خفه شو. حالا میرسیم به آنیتا. اون آدمیه که میتونه با نصف بودجه یه سفر کامل برات بچینه. رانندگیش عالیه ولی استعداد اصلیش اینه که هیچ وقت نمیذاره پولاتو الکی خرج کنی. خلاصه به سفر خانوادگی و دوستانه من خوش اومدی. دوستم که واسه 2 روز داره میره مسافرت. تازه هم هست ادامه داره. چی جا نشد؟ لیفش تازه جا نشد. برگشتم به شیرین میگم خدا کنه خدا کنه اتو آورده باشم. میگه آنیتا آورده. گفتم نه اتو لباس. گفت اونو من آوردم. اتو این ساکش انقدر پره همینه. اتو لباس آورد. لباسشویی آوردی شیرین؟ لباسشویی چیا؟ لباسشویی. اینا رو بغلش زدم. بله. چرا هی دارن اینجا گذاشته بودن ها؟ رفت توالت فرنگی هسته. چی بخواد تتلو بزنشون؟ دیگه تتلو. مامانه تو شراره گذاشتی. مامانه هم میگه تتلو میگه بخواد. ترکیبی زده. خود معین هم اینو تا حالا گوش نداده. غیر برو. آنیتا شرح حال بده. بارو چندم باید خانواده رو تونستیم بیرون کنیم از ماشین. بالاخره جمع دوست بچه همینو یه راه دیگه برو. 5 صبح راه افتادیم. ساعت الان 8:30. 3 بار تا حالا تو راه وایسادیم. 9:40 دقیقه چی داری میگی؟ 9:40 دقیقه شد. بازم یه صد دقیقه به بچه. بعد هنوز نرسیدیم. 100 کیلومتر هم نرفتیم هنوز. توقف چندم؟ چهارم بنزینم اونجا وایسادیم. 5م. گرفتار شدیم به خدا. اینقدر توقفمون زیاد بود که دیگه یادمون رفت چندمی. شون کاره. یعنی چی؟ یعنی شبها کار میکنن. یعنی هر چیزی تو ذهنم میاد با این. ذهنت چرا مریضه. یه بستنی فروشی بعد فقط شبا کار کنم؟ خب بعد چرا ما اسم بستنی فروشیش نیست. یه چیزی اینه که دست این آقا الان. اسم این محله است. اسم بستنی فروشیش آها نیست. اسم بستنی فروشی اسم شب محله است. اسم محله. یه محله شبا کار. یه محله شبا کار. جایی که از قدیمی ترین بستنی کلا فقط پسته اینش خامه این خیلی شیرین نیست، خیلی بافت و باحالی داره. این کوههای بیستونه که یه حالت یه خانوم خوابیده رو داره که معروفه به زیبای خفته. اون قسمت اون بر سرشه، اینجا هم سینهشه که اینجا دستشو داشته باشه رو سینهش. این قسمت این برم پاشه. اون کوههای اون طرف هم میگن شبیه موهاش شده. جالب. زیبای خفته. ما الان رسیدیم روستای جوانمرد. روستا هم نیست، شهرستانه. شهرستان جوانرود. جوانمرد من سری اخت گرفتم با محیط. گفتم جوانمرد نگو. جوانمرد قصاب. اینجا
چی گفتی شیرین؟ چقدر سرخی دختر. اینجا بازارش مرزی جوانروده. تنوع بالا، قیمت هم خیلی خوبه. بچه لبوبو دیدیم، یعنی هیچ وقت فکر می‌کنم پول پای همچین چیزایی من نمیدونم. واقعا منم نمیدونم. این الان بازار شلوغ شده، دیگه الان ما بریم. ببخشید ماژیکی هم بالاخره از ساعت 5 صبح تا الان ساعت چند؟ ساعت 9 شبه و ما رسیدیم کابه. بالاخره 5 صبح سالم رسیدیم. گذشت نبودی ببینی چقدر فکر نکنید ما آروم میومدیم رانندگی بلد نیستیم. نه، چون با خانواده اومدیم باید هر جایی وایسیم. با خانواده روان خود را تضمین. لیست دیگه ای که بگیم آنی هم یا گفت نمیام. دوستمون دقیقه آخر ما رو قال گذاشت. ساعت 12 شب نمیام. قول گذاشت یا قال گذاشت؟ قال گذاشت. گفت نمیام. شوهرم مرخصی نداره. ما رو خیلی شیک و مجلسی پیچون. این یعنی من یه جان این فیلمو تقدیم به تو میکنم. ساعت 5 صبح را اومدیم از تهران. خیلی صبح. 10:05 دقیقه است ما هنوز نرسیدیم. 10:05 تازه داریم میریم داخل روستا. شیرین هم خوش اومدی. حوصله خودم هم ندارم. این دیگه صاحبا اومد الان آبادش میکنیم. اسم روستایی داریم. این برای شام. خدا وکیلی بیدار شدم با همچین منظره ای. صبح بخیر دوستان. ما هنوز زنده ایم. بالاخره رسیدیم یه لقمه نون حلال بخوریم. ما الان کجاییم؟ وای چقدر من پوف دارم. روستای داریانی تو باغ ما انجیر اورجینال از باغ چیدن آوردن. شما الان صدای 4 تا قوم مختلف رو میشنوید که دور هم جمع شد. هر کی داره به زبون خودش صحبت میکنه. کسی با کسی کار نداره. ما دقیقا هموناییم. همون جنگ زدای دیروزی. رو به قبلمو شیرین خوش اخلاق شد. اونجای سفر راضی هستیم؟ از دیروز هم امروز برای خیلی راضیم. گروه سرود مفخورا. لا لا لا. ماما میا ماما سیتا کارتل. چه طعمی داره؟ بلو. طعم موز میده. بازش کن. موزه. بازش کن. بچه شیرین یه سبد از اینا خورد. جوری که شیرین به درختای باغ اینا حمله کرد مغول به ایران هم خیلی پیشوریه. تو خودت آخرین ویدای درخت تنه درخت بالا بره. درخت بالا بره. حیف که دامن پوشیده. واقعا اگه نمیرفتم براتون. اگه بعد کندم براتون. حیوانی است در حال چشمه داره داخلش. ها سد داره. این باغای اناری که داره گردو داره. باغای انارش گردو داره؟ نه یعنی گفتم هم باغای انار داره هم گردو داره. ها دیگه چی بگم؟ زیباییش دیگه، این زیباییش توریستا رو جذب میکنه که همیشه بیان سر بزنن. الان میریم سرچشمه رو میبینیم. نگاه قشنگه. ولی من اسم میکنم به خاطر مردمان خیلی خوبش هم هست.
اینجا کنار چشمش رو میگن که شبا نباید بیای، جن داره. بعد اونجایی که درش رو بستن کلا اون قسمت رو هیچکی نمیتونه بره. اونجا رو کلا میگن جن داره. و من مثلا با بزرگم قدیما میگفت اگه شب میومدی مثلا 2 تا چش اونجا میدیدی. واقعیه؟ آره واقعی با بزرگم میگفت. اصلا از عمد بستن اینجا رو، درسته؟ آره. کلا کسی اون سمت نمیره. بچه‌ها با قدرت ذهنم میخوام اینو بلند کنم. تکنولوژیه. بیدا چی به کردی چی میشد؟ سلام چطوری؟ سلام وشنی خسنی بخیر بی. بیدا گیانم گیانکم دوستم تو هر شرایطی. اینجا سودش کجاست؟ نو سود. اینجا الان سودش کجاست؟ کجیست؟ الان مرز عراق. اینجا عراقه. اینجا مرز عراقه، درسته؟ نموردیم و سفر خارجی هم با ماشین. Ladies and gentlemen, welcome to Iraq. متاسفانه حبیبیم. حبیبی یه دقیقه بایسته درست بده مریم شهبانی حلبچی. باید برده دیگه نیستی تو. خب خیلی من این دفعه تو سفر براتون کمتر صحبت کردم، ولی خب دیگه با دوستان و خانواده بودیم، از من بپذیرین. ما الان سفرمون تو روستای داریان کم کم داره تموم میشه، داریم نهار آماده میکنیم، بچه‌ها هم همگی آماده شدن. و اینکه یه چیز بگم از تجربه اینجا، مردمان کرد خیلی آدم‌های مهمون نوازی‌ان. یعنی من قشنگ حس این که انگار تو شهر خودم یزدم و بهم داد. و اینکه دقیقاً مثل یزدی‌ها خیلی مهمون نوازن، خیلی مهربونن. یعنی اگه شما توی خیابون مثلا داری میری یا میگی آقا من جا ندارم، من فلان، من اینجوری، میگن که بیا بریم خونه ما، و واقعا هم این کارو میکنن و میبرن. یعنی از تجربه های خود بابای دوستم که حالا صحبت میکرد واقعا همینجوری بود، با خودشون برده بودن. آدمای به شدت مهمون نواز، به شدت دستپخته و غذاهای فوق العاده خوشمزه. و اینکه اینجا خیلی خاطره خوبی بود برام. و شما اینجا توی اردیبهشت ماه بهترین زمانشه و توی آبان ماه هم برای انارش میتونید بیایید. داره وزوش علی توکل آخر سر نوری با داریان خدافظی میکنیم. خداحافظ. رهگیان اکم رهگیان. این کاری هم میکنی یا دکوره؟ نه کی بابا اون خودکاره تو فهم نیست. آقا آدرس اینجا رو بگین. پابه فرهنگیان، بلوار فرهنگیان. خب اگه نیازمند لوازم تحریر با قیمت مناسب بودین اینجا نوشت ابزار شهرک فرهنگیان. بچه‌ها مرسی، خانواده‌اش داره حمایت میکنه، همه چی داره. این لبو اسباب بازی شده داره. یعنی چی میشد زمان ما از اینا بود؟ نگاه تو رو خدا. هم پاک کنه هم ترشه هم زمان. ببینم اینا الان چی میشد زمان ما از اینا؟ بیام پاک کنم بهت نشون بدم آقای کچل میشه. اینجا بود. وقتی میتراشی آره این سرش میره اینجوری میشه.
نیاز داریم ریکاوریش بعد سفر. ما مثلا مرخصی گرفتیم استراحت کنیم. استراحت کردیم. آره با همینو. این یه غذای محلی اسمش هم کلانه است. یه لایه خمیره که تا میشه داخلش هم پیازچه ریخته میشه با نمک. با چی بیشتر میخورن؟ دوغ. آره با دوغ محلی و روغن محلی هم میزنن روش و آب میکنن. خیلی خوشمزه. ما بعد از ناهار که تو قوری قلعه خوردیم اومدیم دوباره سمت بازارچه جوانرود مرزی و اینکه خرید کردیم حسابی. بچه‌هایی که نصف شب دارن بیلیارد بازی میکنن. سبزر رو بزن. بیلیارد منطقه من تراش کن. تراش چیه؟ اون مگه برای نیست؟ اون چه؟ باعث میشه که توپ آفرین میگه تراش کنی. منم شیرین رسیدیم به روز آخر سفرمون دیگه. داریم کم کم جمع میکنیم بریم یه 2 تا جات کرمانشاه رو ببینیم و بعدم دیگه را بفتیم بریم سمت تهران. تمیز کن شیشتو. پول زور بده. پول اینم رسیدیم تاق‌بستان که بسیار فکر کنم شلوغ باشه. اومدیم تاق‌بستان. چاسی خاک تو سرتون. الان صبح چه راهنما ویزا فقط کارت پول میخواد. پولیه نمیشه راه نمیشه گاید نگفته کش. راه نه من نگفتم که کش گفتم ویزا وی کدوم زا شیرین ریجکت شد بعد برگرده. You should go. ریجکت شدم. گایدم با ما اومد. بچه این پله هایی که اون بالاست خب این پله ها رو اون زمان فرهاد درسته؟ فرهاد کوهکن اینا رو درست کرده که میرفته از اون بالا عشقش رو میدیدم. عشقش هم که شیرین بوده. شیرین رو نگاه میکرده. واقعیه؟ ترسناکه ولی یه ذره. واقعیه که من اونجوری که دلم میخواست واقعا نتونستم براتون ویدیو بگیرم و اینکه چون همراه خانوادم هستیم خب خیلی نمیشه مانور داد. یه مقدار خسته میشن و همین دیگه توضیحاتش رو توی استوری ها بهتون میدم همه رو کامل و جامع.